دوپامین، مردم اون رو ماده شیمیایی میل و رغبت صدا میکنن. ولی چرا؟ از نظر تکاملی مغز شما برای هر چیزی که احتمال بقای شما رو افزایش بده تمایل داره. مغز با آزاد کردن یک انتقال دهنده عصبی به نام دوپامین به شما پاداش میده. به خاطر همینه که رابطه جنسی یا خوردن یک تکه استیک احساس بسیار خوبی داره، چون مغز ما فکر میکنه که رابطه جنسی برابر است با تولید مثل گونه ما و اینکه یک تکه گوشت چرب مساوی است با سیری طولانی مدت. بذارید یه مثال براتون بزنم. به محض اینکه جلوی یخچال خودتون میرسید و میتونید یه هویج یا یه تکه شکلات انتخاب کنید، مغزتون به شما میگه اونی رو انتخاب کن که دوپامین بیشتری آزاد میکنه، چون میدونه که باعث میشه شما احساس لذت بیشتری ببرید. بنابراین به طور طبیعی شکلات رو انتخاب خواهید کرد. حالا ممکنه که بگید خب زیاد هم بد نیست، هر از چنگایی هم یه تکه شکلات بخوریم. اما به محض اینکه مغز ما مقدار زیادی